و اون خمیازه معروف سر تمرین علی آقا خمیازه است دیگه. آدم نکشیدم، خمیازه کشیدم. به قرآن اون روز 50 نفر همه خمیازه میکشن علی آقا. چون پیام صادقان قرار نبود تو ایران موفق بشه، نمیخواستم بشه. با یه خمیازه من هنوز که هنوز دارن حرفشو میزنن. آخر نگاه بر این بوده که مثلا شاید شب به اندازه کافی استراحت نکرده. آقای رویانیان میگه من میرم خونه پیام خیابون نگاه میکنم پارتی نگرفته باشه. میدونی همه اینا به هم اتصال پیدا میکنن. حالا وقتی توی خمیازه میکشی میگن اوکی دیگه دیشب پارتی بوده پیام. من یه سوال دارم علی آقا. موقعی که آقای رویانیان خودشون گفته بودن که یکی گذاشتن حواسش به من باشه و اینا، من اصلا در جریان نبودم، اصلا نمیدونستم. اگه چیزی بوده که بعد یه بار میفهمیدن دیگه، تو این 2 سال که من اونجا بودم دیگه. درسته؟ یا منو یک بار شده باید تو پارتی نمیدونم یا هر چیزی به غیر از فوتبال منو باید، هیچ وقت اتفاق نیفتاده. من اصلا نمیگم مهمونی نرفتم، جوون بودم ولی همش تو پرایوت خودم بوده، آروم بوده. پارتی یعنی چی؟ بحث خمیازم حتما مگه باید پارتی باشی که شب شاید مریض بودم، شاید اصلا سردسته نتونستم بخوابم. چرا همش میگم چون دلیلش این بود که پیام نمیخواستم موفق بشه علی آقا. از کوچکترین چیز من بزرگترین چیزا رو ساختم.